الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما در درس احادیث احکام، احادیثی که مسئولیت مسلمان در همه بخشا بیان میکند، حدیث دوم خواندیم. اینا یک سوال دیگه ای بود که قبلا ما بیان کردیم، باز مانده بود. خنزیر هم به این قیاس کردن میتونیم یا نه؟ یعنی اگر خنزیر در خانه کسی باشه یا بیای از بیرون در ظرف دان بزنه یا بلیسه یک ظرفه، یا محو بارششته میشه یا نه؟ در حالی که خنزیر خو بسیار نجاستش بعضی میگه بالاست، ولی پیامبر هم درباره خنزیر گپ نزده. به این قیاسش میتونیم کرده یا نه؟ بعض علما میگه که بله، میگه نجاست خنزیر هم مثل سگ وارد، میگه یا 7 مرتبه ششته شود. دلیلشان نیست که دلیلشان قیاست. میگه لیان الناس وقع فی کلب، میگه حدیث که است نص آیت و حدیث میگه واقع شده درباره سگ آمدگی است و خنزیر که شر منه، بدتر از سگ است و عقل است، یعنی بیخی بعد از ازو کده. چرا؟ لأن الله تعالی نص علی تحریمی، زیرا الله در قرآن گفته که خنزیر نجس است، یعنی حرام گفته گوشتش. و اجمع المسلمون علی ذلك، مسلمان ها یعنی صحابه، تابعین، مجتهدین اجماع اتفاق کرده هستند که گوشتش حرام است و حرم اقتناء و ذخیره کردنش هم حرام است، یعنی خنزیره. خب یا اینطور میگن، لیکن صحیح است، محققین محدثین میگه که نه، خنزیر با سگ قیاس نمیشه. یکی این که حدیث درباره سگ آمده، نه درباره خنزیر. دومی که خنزیر که در قرآن ذکر شده و در دوران پیامبر بود و اما پیامبر نگفت که خنزیر هم همچنان، اگر ضرورت می بود پیامبر بیان میکرد. امام نووی در شرح مسلم، یکی از محدثین است که مقبول است پیش کل علمای مذاهب، میگه وعلم، بفهم ان الراجح من حیث الدلیل انه یکفی غسلة واحده بلا تراب و بی قال اکثر العلماء. میگه راجع از حیث دلیل، از جهت دلیل است که اگر خنزیر دهن بزنه در ظرف، میگه کفایت میکنه یک بار شستن بدون خاک، هم یک بار بشوی ظرف و بس. و بی قال اکثر العلماء، یعنی اکثر مجتهدین این گپ میگن، الذين قالوا بنجاسة الخنزیر، امو علمایی که میگن خنزیر نجس است، میگه یک بار کفایت میکنه. و هذا هو المختار، میگن این مختار است، یعنی خوب نظر است، خوب رای است. بخاطر که چرا؟ لان الاصل عدم الوجوب، زیرا اصل یعنی قاعده کلی در اسلام است که یک چیز واجب نمیشه حتی یرد شرع، تا که شریعت بیاید، یعنی قرآن بگوی، الله بگوی یا پیامبر هم نگفته که خنزیر دهن زد 7 مرتبه باشه. یک چیزی که الله او را واجب نکرده، پیامبر واجب نکرده، چه قسم ما او را واجب کنیم؟ لا سیما فی هذه المسأله المبنی علی التعبد، خصوصا میگه این مسئله که بنایش به عبادت شده و مسائل عبادی در این اتفاق است که بدون دلیل یک چیز واجب شده نمیتونه. نه، در مسائل معاملات فرق میکنه، قیاس و اجتهاد و اینا. مسائل عبادتی باید دلیل باشه. یعنی ما شما در نماز یک عمل واجب گفته نمیتونیم و یا حرام گفته نمیتونیم تا که دلیل نباشه. هیچ عمل ثابت کنه نمیتونیم، حتی مستحب گفتش نمیتونیم تا که دلیل برش موجود نشه. مثلا این ما که میگم تا میگه دعا در قرآن آمده مطلقاً دعا بکنین، اما اوقاتش مشخص از طرف پیامبر شدگی است، کی وقت کدام وقت زیاد قبول میشه، حیاتش، شکلش. پیامبر بعضی جا دعا کرده و بعضی جا نکرده، پس ما شما نمیتونیم. مثلا سورة فاتحه را که ما شما میخوانیم نیمش دعا است، الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک بخش ثنا و صفات و اظهار عبودیت، نیم دیگهش اهدنا الصراط المستقیم، این دعاست، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین، کلش دعا. اما اینجا ما نمیتونیم دست بالا کنیم بگوییم که دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، یا الله، کل ما دست بالا کنیم بگوییم این دعاشو دست بالا، زیرا پیامبر هم نکرده است که نکرده و هدایت هم نداده، نمیکنیم. در عبادت این نیست، کار را پیامبر کرد میکنی، نکرد. حتی قیاس نمیچله، اجتهاد نمیچله، اجتهاد و قیاس کسی کده نمیتونه.
پس قسمی که در نماز نمیتونیم، اینان بعد از فرضم دست بالا کردن بیعت اجتماعی یک دلیل صحیح وجود نداره از پیامبر. یا بعد از سنت دست بالا کنیم، یکم تو میگه وای دعاست دیگه، دعا بد است، گناه است. جایی که پیامبر نکرده باشه تو میکنی، خب بدعت میشه. بدعت چرا میگه که اگه عبادتی که پیامبر نکرده تو رو اضافه میکنی. دعا خودش عبادت است. حدیث ایسا دعا و عبادت، دعا عبادت است. امام ترمذی روایت کرده است. این حال عبادت است، پیامبر باید ثابت باشه. نمیتونی که از پیش خود کم زیاد کنی. دیگه اینجا من میطور است که میگه خصوصا موضوع تعبدی است، عبادت دهی از پیش خود نمیتونیم که چیزی را که شارع یا پیامبر واجب نکرده ما واجب کنیم. پس یک بار کفایت میکنه در خنزیر اگر دهن زد. این در مجموع بیان کرده است. امام نووی کتاب داره و همین قسم امام نووی میگه که وذهب اکثر العلماء الى ان الخنزیر لا يفتقر الى غسل سبع وهو قول الشافعی. میگه اکثر علما میگن خنزیر ضرورت نیست که ششتش 7 مرتبه اگر دهن میزنه در یک ظرف 7 مرتبه و این قول شافعی است، یعنی از جمله علما امام شافعی رحمه الله. شرح مسلم امام نووی را بیان کرده است. پس از این فهمیده میشه که او قیاس نمیشه. هل غسل سبع خاصا ببلوغ الكلب ام يشمل حتی بول و ورد؟ یک سوال دیگه است که آیا این میششتن 7 بار ظرف این به دهن زدنش خاص است یا بول و غایتش هم شامل میشه؟ اگر بول بکنه یعنی پیشاب بکنه در یک ظرف چطوره؟ 7 مرتبه ششتش؟ یا نجاست خدا بکنه، غایت خدا بکنه، این چطوره؟ میگه اکثر علمایی است که ان بول و ورجی یجب غسل سبع کولو. اکثر علما میگن که بولش یعنی پیشابش و غایتش واجب است ششتنش 7 بار مثل که دهن میزنه. یعنی را به این قیاس کردن که بولش غایتش مثل لعاب دهنشه. اگر زبان میزنه 7 بار واجب است در ایام است. قالوا میگن علما انما نص النبی علی البلوغ لانه الغالب. دلیلشان چیست؟ میگه پیامبر صلی تصریح کرد به لعاب دهنش به خاطر که غالب است، یعنی زیاد اوقات امی کار میشه که دهن میزنه. و ما خرج مخرج الغالب فلا وانچه که می خارج شود بیان شود در مخرج غالب، یعنی چیزی اکثری بیان شود او مفهوم نداره، یعنی منحصر به اون نمیشه که فقط به لعاب دهنش باشه، بولش هم شامل است و غایتش هم شامل است. و علی هذا القول لو بال کلب فی ناین فانه یغسل 7 مرات احدا بطرق. اینا نظر به این قول علما که اینا قیاس کردن دیگه. میگه اگر بول بکند یک سگ، پیشاب بکند در یک ظرف، میگه ششته میشه 7 مرتبه، یکیش به خاک باشه مثل که دهن بزنه. این خو اکثر بعض علما میگن که نه ان الغسل سبع خاص بنجاست الولو. 7 مرتبه ششتن این خاص است به نجاست لعاب دهنش یعنی زبانش که دهن میزنه. اما بوله او روس هرچه بول و پیشاب یا غایتش او دم یا خونش فکسایر النجاسات مثل باقی نجاست ها، یعنی یک مرتبه 7 مرتبه نیست. و هذا قول ظاهریه. ظاهریه میگن نی قول میگن لقولی چرا باید پیامبر سم گفت اذا ولغ دهن بزنه. میفهمید که اگر ضرورت نبود تو دیگه شام بیان میکرد. مثل که دو حدیثی که ما شما خواندیم مرد صحابه میرفتن در بحر سفر میکنن، سوال کردن که آب بحر پاک است؟ پیامبر سم تا جواب اضافگی داد، گفت که هو طهور ماء، آبش خوب پاک است، و الحل میتته، خود مردهش هم حلاله. اینجا که اگر ضرورت می بود در مکان ضرورت باید بیان میکرد. وقتی که لعاب دهنش گفت میگفت که روس شامو بول شامو دیگه گپای شامو، ما او را که نگفته میگه ما نمیتونیم که از پیش خود بگوییم و با او قیاس کنیم. ضرورت بود اینا میگن نیست. و الکلاب کانت تبول فی امکنت الناس، میگه سگا که بود در اون وقت باول میکنن در جای مردم زیاد بودن و مجالسم در جایی که میششتن ولم ینبه الرسول علی ذلک. و پیامبر تنبیه نکرد که یعنی باول ازیام که جای باشه این ششته شود 7 بار. دیگه پا نگفت، زیرا در ساعتی که باول میکرد توجه مردم نماز هم میخوان. امام نووی میگه و هذا الوجه متجه و قوی من حیث الدلیل. میگه از حیث دلیل که ببینیم اینمی دلیل قوی است که پیامبر بیان نکرده این 7 مرتبه نمیتونیم که را واجب بکنیم، 1 مرتبه. لان الامر بالغسل 7 من الولوغ. میگه امر به ششتن 7 مرتبه از دهن زدن انما کان از این خاطر بود لینفرهم عن مواکلت الکلب، تا که اینا را
دورشان کند از جایی که سگ نان میخوره، یعنی از جایی که سگ خوراک میکنه. و از مفقود فی غیر الولوغ، در غیر ولوغ که دهن نزنه میگه ای دور نیست، در اونجا ای دلیل پیدا شده نمیتونه. بنان میگم ما نمیتونیم که این گپا بگویم و راجع هم ما فکر میکنیم همیست که بود فرض اخبار نیست. و امام شوکانی هم میگه که یعنی این نظر از این من حیث تایید میاره که دیگه علما میگن. امام نووی گپ ترجیح داد که 7 بار در بول و غایط واجب نیست. و شوکانی هم میگه، شوکانی که محدثین محققین مجتهد و هذا حکم مختص به ولوغی فقط، میگه حکم مختص به امو دهنش است یا زبانش فقط تنها، ولیس فیما یدل علی نجاست ذات کلها، میگه دلالت نمیکنه که ذاتش کلش نجس باشه، لحمش، گوشتش، عظم استخوانش، خونش، مویش، عرقش. و الحاق هذه بالقیاس على الوضوء بعید جدا. میگه اگر ما الحاق کنیم یعنی پیوستش کنیم یعنی دیگه چیزای زیرا بولش و غایتش و خونی گپایش با لعاب دهنش، میگه ای با قیاس کردن ای بعید است، یعنی دور است از این نمیشه که ما قیاس. لسیل الجرار یا کتاب داره در بخش فقه نوشته کرده است اونجا گفته. خب از این فهمیده شد که یا نظر راجع میست که دیگه اعضای سگ واجب نیست که او 6 تا 7 بار. ما الحكم لو ادخل الكلب يده او رجله في الاناء فهل يغسل 7 كالبلوغ ام لا؟ چیز حکم اگر یک سگ بیاد دست خود داخل کنه، نه همو 2 پای پیشش دستایش در یک ظرف بانه، تو که اومدی تو گفتی دست خود تیر کرد، نه این با آیا میام اول 6 تا شوا یا پای خود تیر کنه، پای خود بانه در یک ظرف، آیا اول 6 تا میشه مثل لعاب دهنش یا نه؟ یعنی بر انسان سوال پیدا میشه. این یعنی لا یصبع، میگه 7 بار نمیشه و این نما یغسل که سایر نجاسات، مثل باقی نجاسات یک مرتبه 6 تا میشه. چرا؟ لان النص جاء فی الولوغ، نص که اومده در لعاب دهنش اومده و زبانش و لا یسمى ولوغا، این را ولوغ گفتن میشه. این پای خود تیر کرده یا دست خود تیر کرده است در یک ظرف. ان الشارع انما امر بالغسل للنجاسه کما جاء ابن، شارع میگه امر کرده به غسل جهت نجاست مثل که از عبدالله ابن عباس آمده، لكن این نجاست خاصه لا تتعدى فم الكلب، این در دهنش تجاوز نمیکنه که ما بگوییم که با زبانش هم شامل شد. چرا؟ لانه مسئله زیرا زبانش که در اون نص آمده، حدیث آمده. و یعید هذا، میگه این گپ تایید میکنه الاکتشافات الحدیثه، امی اکتشافات جدید، یعنی اونا حال دکتران تحقیق میکنند در لعاب دهن و پای و غیره سگ که چطور است، التي تبین ان فی لعاب الكلب من الاذى ما لا یوجد فی یدی و رجلی. میگه در این اکتشافات جدیدم که علمای طب تحقیق کردن، میگه او واضح کرده که همین زبان سگ که است لعاب دهنش در این ضررهایی است که در دست و پایش نیست، یعنی در زبان ازی بعضی جراثیم است. مما ینتقل مع سوائل، که انتقال بکند میگه بعد دیگه کس، میگه او در زبانش چیزی که است اون در دست و پایش اینا نیافتن، یعنی فعلا هم تحقیقات میره گفتن. ما الحكم لو ولغ الكلب في غیر اناء كالثوب فهل يجب غسله 7 ام لا؟ حالا گفتیم حکم چیست اگر سگ دهن بزند در غیر از ظرف مثل لباس یا در زمین یا در دستت، مثلا در پایت، یکم دفعه سگ میاد پایت چیز میکنه، نه چطور 7 بار 6 تا شایا نه؟ بعضی گفته که ولوغ کلب یعنی دهن زدنش در غیر اناء ضرر نمیرسانه در غیر از ظرف، زیرا این خاص شده به ظروف در ظرف باشه، در پای و دست نیست. و دیگران میگن نه، 2 نظر است که یجب تسبیح واجب است 7 بار اگر در دستم بلیسه پایم یا لباسم 7 بار 6 تا شد، یعنی 2 نظر است. قالوا علمای دیگه میگن ان ذکر الاناء خرج مخرج غالب، میگه ظرفه که پیامبر یاد کرده این غالبا است، زیرا کلب که است اکثر در ظرف دهن میزنه و چیز که خارج مخرج غالب بیان شد این خاص شده نمیتونه. بنابراین اگر لعاب کلب در لباس بیفته در دست یا در زمین واجب تسبیح، بنابراین قول ثانی این قول میگه راجع است که نجاست در دهنش است، وقتی که در چیز دست دیا و همون نجس میشه. خب یک در حدیث آمده که فلیورقه، بعضی یعنی اگر در شورواس یا یک غذایی است که سگ دهن بزنه که مایع باشه و ریختانده شه،
این چطور است؟ این روایتش بعضی قبول کرده بعضی نه. اگر که در صحیح مسلم است این را میخوایم بیان کنیم که واقعا یعنی ریختانده شود. این روایتی که در یک روایت آمده فل یحرقه، یعنی اگر شوروا است یا روغن است دان میزنه ریختانده شود. در دیگهش میگه فل یحرقه، ریختانده اوسو انداخته شود. امام مسلم روایت کردگی است از علی ابن مسهر از اعمش، ولی منفرد است، یعنی علی ابن مسهر تنهایی را نقل کرده، دیگر راویان نگفته. این روایت های ازی که سگ دهن بزنه مختلفه، فقط یک راوی این زیادت بیان کردگی است. میگه بعضی علما محدثین گفتن در این زیادت و گفتن این شاذ است، یعنی ما به این زیادت نمیتونیم عمل کنیم. زیادتی که خود امو ظرف هم بریزانیم خوراکش چیزی که است، مثل امام نسائی و حمزه کنانی ابن عبدالبر و ابن منده. اما حافظ ابن جعجر میگه که قال النسائی لا علم احدا تابع علی، میگه من نمیشناسم کسی را که متابعت کرده باشه از علی ابن مسهر که یک راوی عزیز که اگر سگ دهن میزنه امو خوراکه ریختانده شد. حالا زیادت میگه تابعداری را به زیادت نکرده که فل یورقه، یعنی او یک کلمه را زیاد کرده که فل یورقه بریزانه امو چیز شد. میگه دیگه کس تابعداریش نکرده تنها گفته. و قال حمزه کنانی میگه اینا غیر محفوظه، میگه این محفوظ نیست که این روایتش. و ابن عبدالبر میگه لم یذکرها الحفاظ، لم یذکرها حافظا، یعنی محدثینی که حفظ کرده حدیث اینا را ذکر نکرده از اصحاب اعمش مثل ابی معاویه و شعبه. ابن منده میگه لا تعرف عن النبی صلی الله علیه و سلم بوجه من الوجوه، از رسول الله معلوم نیست به یک وجه از وجوه مگر از علی ابن مسهر به می سند آمدگی است. در فتح الباری آورده. امام بخاری میگه این لفظ در صحیح خود نقل نکرده، یعنی مسلم آورده بخاری نآورده. ولی این خب بعض علما گفتن که یعنی ما نمیتونیم این زیادت قبول کنیم، وقتی که زیادت قبول نشه میگه او چیز اضافگی ریختانده نمیشه. و قد صح هذه زیادت بعضی امامان میگه نه این زیادت صحیح است. از این جمله امام دارقطنی یا جمله محدثین است، میگه که بعد از اینکه حدیث نقل میکنه به سندش از ابو هریره میگه پیامبر صلی فرمود اذا ولغ الكلب، وقتی که دهن میزنه سگ فی اناء احدکم، در ظرف یکی از شما فلیحرقه، یعنی او ظرف اگه آب است هر چی کرد بریزانه او سپرته. باز ولیغسله 7 مرات، بعد از اینکه ریختان باز چی کنه او را اوسو انداخت 7 مرتبه، بوشه که اولش به خاک باشه یا آخرش به خاک. صحیح، این خود در صحیح مسلم است. بازی میگه که امام دارقطنی اسناد و صحیح، سند صحیح و روات کلهم ثقات، رواتش کل ثقات یعنی معتمد قویه. وقد اورد ابن خزیمه فی صحیح، میگه ابن خزیمه که محدثین در صحیح خود کتاب داره، کذالک ابن حبان در صحیح خود آوردگی است. پس از فهمیده میشه که نه این محدثین میگه که صحیح است روایتش. وقال العراقی رحمه الله، عراقی که محدثین است که بسیار عالم کلانه و جرح و تعدیل هم عالم شسیمه، بعد نقل اقوال بعض امامای حدیث اقوالش نقل میکنه در تعلیل زیادت فلیورقه، یعنی علت ازی که بریزانمو چیزی که در ظرف است هر چی که از مایی. قلت میگم و هذا غیر قادح فیه، فین این کدام جرح شده نمیتونه که ما زیادتی که در حدیث باشه بگوییم که این قبول نمیشه. زیرا زیادت ثقه مقبول است عند العلماء، یعنی علما میگن که اگر یک محدثی که ثقه باشه، ضعیف نباشه، معتمد باشه، یک لفظ حدیث بگوید که زیاد کنه دیگه کس نگفته باشه، اون قبول میشه به نزد علما، به نزد فقها، اصولین، محدثین، یعنی کلش 4 نوع علما، فقها، اصولین، محدثین. علی ابن مسهر قد وثق و احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل یکی از علمایی است که راوی‌ها را میگه که صحیح نیست، خوب میشناسه. میگه امام احمد ابن حنبل که صاحب مذهب هم است، او را گفته که معتمد است، یعنی صحیح است روایتش، خود این معتمد است. وقتی که معتمد باشه زیاد بیان کرده او پیامبر گفتگی است. و یحیی ابن معین که استاد ابن حنبل است و اجلی و غیره. و یکی از حافظایی است که احتج بهم شیخان، یعنی شیخان امام بخاری، امام مسلم از علی ابن مسهر در روایت‌های خودان حدیث نقل کرده در کتابشون. و ما علمت احدا تکلم فیه، میگه من کسی نمیفهم که در این باره گپ زده باشه غیر از اینکه یعنی در مسقب بودنش که معتمد است، هیچ کس گپ نزده. فلا یضر تفرد بی، تنها که نیر نقل کرده تنها خودش، دیگه کس این ضرر نمیرسانه که تنها این نقل کرده است.
وقد صح از زیادت ایضا امام شوکانی در نیل الاوطار او هم میگه که این زیادت صحیح است. و ابن دقیق عید در شرح عمدة الاحکام یک کتاب دیگه است، یعنی احکام هم خلاص عمدهش بیان میکنه. ما شما بلوغ المرام میخوانیم یک اکثریت احکام بیان کرده، یعنی احکامی که در اسلام است و عمدة الاحکام که است عمدهش بیان کرده. از این ملاحظه میشه که ائمه اعتماد کردن در تصحیح زیادت، یعنی می زیادتی که علی ابن مسر گفت صحیح است با ظاهر اسناد و راوی متفرد به سقاس فتقبل زیادت، راوی که تنها این زیادت نقل کرده این سقاس معتمد است و زیادتش قبول میشه. و زیادتش چیز فلیورقه عند مسلم، به نزد امام مسلم در صحیح خود که آورده فلیورقه. و شذوذ که میگن که شاذ است یعنی تنها گفته و قبول، این دلیل شده نمیتونه. معنا ایست که این حدیث صحیح است، حکم به نجاست ظرف است اگر دهن زد و چیزی که در ظرف آب یا سو ریختانده شود. و یعید قول صلی الله علیه وسلم طهور انای، و مقسم رسول الله میگه طهور یعنی پاکی ظرف. و این زیادت علی ابن مسر از اعمش گفته و امام بخاری امام مسلم در کتاب خود از این نقل کرده است. امام احمد ابن معین اجلی و غیره ایره گفتن سقط، پس سقط روایتش قبول میشه که زیادت داشته باشه. خب این حدیث دوم بود درباره دهن زدن سکی، درس گذشته ما ازش مانده بود. حالا از حدیث 11 میخوانیم که درباره پشک است. اگر پشک دهن دیت مثلا دعاب باشه در دیگه چیزا، حالا پشک هم خب بعض جا پشک می باشه در خانه و این ضرورت می باشه که باشه، این چطور میشه؟ با وجودی که پشک کنه معلوم میست که در خانه اگر موش باشه از وام استفاده میکنه، موش تعقیب میکنه و استفاده میکنه، شاید موش بخوره باز بیسه در ظرف دان بزنه، نه این چطور میشه؟ نه ذره دل انسان نمیشه نه. اما آنچه که شریعت گفته ما شما در شریعت گناه نباشه اون کارو میکنیم. ابی قتاده رضی الله عنه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی الحرة انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم اخرجه الاربعه و صححه الترمذی و ابن خزیمه. ابی قتاده رضی الله عنه میگه که ان رسول الله، بدون شک رسول الله صلی الله علیه وسلم قال گفت فرمود فی الحرة درباره پشک چی گفت؟ انها لیست بنجس، پشک نجس نیست و نه دوانش هیچ، انما هی من الطوافین علیکم، یه جمله طوافین یعنی رفت و آمد کنده، بسا میرم در خانه است، این چیزی را که دان بزنه اون نجس نمیشه. اخرج الاربعه، ایرا اربعه یعنی ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه و صححه الترمذی، از جمله اربعه امام ترمذی میگه یه حدیث صحیح و ابن خزیمه و یه حدیث صحیح است، واقعیتش که به نزد کل محدثین حدیث صحیح. حیرت چی را میگه؟ امو پشکا یکی مذکره که مؤنث شه، ماده پشک گفته میشه. انها لیست بنجس، پیامبر هم درباره پشک گفت که نجس نیست. نجس با فتح جیم است، یعنی لیست نجست الذات، ذاتش نجس نیست. هرچی نجس کرد با کسر جیم میگه شیء که متنجس، یک چیز که نجس شود او را نجس با جیم زیر داشته باشه. نجس که است ایره میگه که ذاتش نجس باشد، یعنی پیامبر هم گفت که نجس نیست، یعنی به اعتبار ذاتش اعضای چیزش دهنش چیزش نجس نیست. اگر در چیز دان میزنه و چیز نجس نمیشه. من الطوافین و پیامبر مال دلیلش میگه، یک علتش بیان کرد، حکمتش چرا نجس نیست. اونم مثل که پیشترم گفتم که بعض چیزا را استفاده میکنه و حالا پیامبر هم دلیلش میگه که انما هی من الطوافین. بعضی وقت الله و رسولش یک چیز حکمتش بیان میکنه، دلیلش بعض جای نمیکنه و اگر بیان کرد خوب است، اگر نکرد ما میبینیم اگر کدام دلیل واقعی بود نبود باز ما نمیتونیم گفته، حکم معلول با علت کرده نمیتونیم. این جمله تعلیلی است که پشک نجس نیست. امام شوکانی میگه تشبیه داده پشک با خادمای بیت، یعنی کسایی که در خانه خدمت میکنند، میرن میان این هم مثل امو. پس این علتش بیان کرد که میره اگر ما بگویم نجس است در این باز یک مشکل پیدا میشه. خب از این حدیث چی فهمیده میشه؟ یکی فهمیده میشه که ما شما از این حدیثی را میفهمیم که طهارت سور الحره، یعنی امو پس خورده حره که دان میزنه
او پاک است. اگر در ظرف دان میزنه دانش پاک است، او نجس نمیشه. یا حتی در آب دان میزنه یا در غذا دان میزنه، او نجس نمیشه. یکی کسی طبیعتش نمیشه، او یعنی حتمی نیست که او را بخور، گپ جدا، اما نجس گفتش نمیتون. اگر یک کسی هم پشک آمد مثلا نشوروا دان زد یا یک ذره شام خورد یا آمد از پالش خوراک کرد یا گوشت بود، ما گفته نمیتونیم که این مردار خور نجس نه. این پشک هم زان زده تو میای زمین میخوری، او را گفته نمیتون. به خاطر که او را نجس گفته نمیتونیم، او نجس نشده. اینا اگر علم نداشته باشه واقعا میگیم چقدر نجس بود، میگیم پشک هم خورد یا آمده از امو دان زده. خصوصا زنا را که ببینیم که دان دیه وی میگه اوس پرتو بیخیمو کل دیگه اوس میپای پشک دی دان زدگیست. نه این قول جمهور علما است. از و دلیل یک دلیل دیگه است که یعنی سابقا مردم ها بوده آدم‌های سابقه که پشکا را با خود نگاه میکردن. عبدالله بن عمر رضی الله عنه یک حدیث متفق علیه امام بخاری مسلم نقل کرده، میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود دخلت الامرأة النار، داخل شد یک زن در آتش، فی حرة، اجیت یک پشک. دلیلش چی بود؟ پشک بوده. ربطتها، تو را بسته کرده بود. فلم تطعمها ولم تدعها، نه غذا میدادش بستش کرده بود و نه ماندش تأکل من خشاش الارض، که بخوره از خشاش. خشاش همین حشرات زمین میگه، حشرات زمین زیاد است، ملخ و این چیزا، از اون جمله موش است، از این استفاده کنه، از نماندش که استفاده کنه. یا در خانه‌های مختلف میره توتای گوشت پیدا میکنه، خود سیر میکنه، نماندش که خود از او بره و نه دادش تا که مرد. یک پشک بسته کرده بود، او بیچاره از گشنگی مرد. میگه الله حکم کرد که زن در آتش بره. یعنی سعی کنین پیامبر هم خبر داد که سر پشکا ظلم نکنین، سر حیوانایی که مضر نیستن سر از اونا ظلم نکنین، او را از بین نبرین. حال ما شما هم پشکا که میبینیم میگم تا میزنه و چی میکنه، همین خوب نیست. خصوصا با در پشکا بعض جنیات هم میباشه که زدی. اکثر کسایی که جن میگه و جنی میشه و مشکلات پیدا میشه یک پشک از زدگیست. و پشکای خصوصا پشک سیاه و چشم سبز باشه اکثرش جنیات میباشه. او میان بسم الله الله اکبر بگوش برو او را که زدی و مرد، دیگه یک مصیبت بر جور میشه. اگر الله بخواهد، و خودش نمیتونه، خود جن نمیتونه هر کارا بکنه، اگر الله بخواهد برات یک مصیبت جور میکنه. یعنی در اسلام یکی همی ترحم به حیوانات از جمله پشک است. در این حدیث پیامبر هم ایره نگفته که چرا پشک نگاه کرده، جزایش گفته که پشک چرا بسته کردگیست. یعنی این حدیث بزن انکار نکرده که پشک نگاه کرده. در گناهش گفت که فلم تطعمها، غذا نداد. پشک که نگاه میکنی غذا باید برش بدی و نه یا علاج بکن که برو و یک جای، و نه ماندش که خودش از اون چیزای زمین استفاده کن. و بعض پشک‌ها را که تربیت کنی واقعا بسیار پاک هم میباشند و بسیار خوب میباشند و یعنی فایدهشان زیاد میرسه، خصوصا در خانه‌هایی که موش باشه. علت چیست در طهارت سور حره؟ میگه چه علت است که یمی پس خورده پشک پاک است؟ علتش پیامبر هم گفت انها من الطوافین، یعنی بسیار رفت آمد میکنه و این مثل خادمایی است که در خدمت مخدومت، در خدمت کسی خدمتش میشه. پس این به امرای مردم در منزلش و در ظروفش و در لباساش در هر جای می هر طرف خیس میزنه. بعضی وقت زیر لیافت میانه در دستت دان میزنه و بعضی وقت گوشت دان میزنه میلیسه. اینا ممکن نیست که انسان از این خودت دور کنه. و قاعده از این میجه قاعده اسلامی است، قاعده کلی که میگه المشقت تجلب التیسیر. مشقت که است یک چیزی که به انسان سختی به تجلب التیسیر، جلب میکنه آسانی را. یعنی الله باز حکم با آسانی کرده. یک چیزی که بر انسان سختی را ایجاد کنه باز اسلام هم میتو حکم میکنه. این هم که کتما باشه و باز دانم بزنه و چیز نجس شه مشقت پیدا میشه. در حدیث حکمت شرع در قرن الحکم به علتی، یعنی بعضی وقت الله یک حکم با علتش بیان میکند. در این چی حکمت است؟ چی داوردن حکمت چی فواید است؟ یک فایده چیست که شریعت چون دین بسیار عالی و بلند است به هیچ چیز حکم نمیکنه مگر یک حکمت داره. یعنی در او فایده می باشه. بعضی وقت ما شما فایدهش نمیفهمیم، الله بیان نکرده، بعضی وقت میفهمیم.
زیرا هر حکم از جانب ذات حکیم است که الله پیامبرش هم که چیزی را میگه و چیزی است که الله او را تایید میکنه. پس هر چیزی را که اسلام او را جایز گفته، پاک گفته، در او یک فایده است و یک حکمت داره، دلیل داره. بعضی جا دلیلش بیان شده و بعضی جا نشده. دومی که یعنی اگر جای یکم تا میگه که خب اگر بعضی چیزا را حکمتاش پرسان کنیم بعضی نمیفهمیم، مثلا نماز صبح 2 رکعت است، نه بعضی چیزا را حکمتش نمیفهمیم. صبح وقت میخیزی شاید بیکارم باشی اون 2 رکعت فرض و ظهر که است شاید کاروبار 4 رکعت شده و عصر 4 رکعت، شام با 3 است خفتن. چرا این نمیفهمیم؟ اسلام بیان نکرده. بعض جایا حکمت و فوایدش بیان کرده. در اینجا حکمت خواهد. دوم اقتناع نفوس بالحکم، یعنی نفس ها قلب ها باید قناعت کند به حکمت ها و به حکمی که الله صادر میکنه این قبول کنه که دو حکمته. زیرا نفس وقتی که علت حکم بفهمه مطمئن میشه، یعنی ذره اطمینان حاصل میشه. مثلا کافر بگه شراب نخور حرامت، میگه چرا؟ حکمتش دلیلش با برشه دلیل بگوی قناعتش حاصل شه با میگه صحیح با نمیکنه الا میکنه. اما اگر دلیل برش نگوی قناعت امی دلایلی که ضررایشه، ضررای جسمی و ضررای خانوادگی اجتماعی سیاسی اقتصادی امی ضررها را نگویی بازو قناعتش حاصل نمیشه. اما بعضی وقت ما در بسیاری احکامی که اسلام حکم کرده و دلیلش بیان نکرده حکمتش نمیگیم، زیاد نمیگیم، به خاطر که این تو یک در ذهن انسان میاد که این چیز حرام است به خاطر اینی ضررایش. اگر می ضررایش اوست باز حلال میشه. نه ما دیگه باز میگیم نه. مثلا یک کسی که باز میگه شراب به این خاطر حرام است، انسان که نشه کرد چی ضرر داره؟ میگه آدم میکشه و زنا میکنه و مست میشه و میگه یا معدهش خراب میشه، سینه‌اش، این ضررهای صحی و غیره. خب اون میگه که من شراب قسم استفاده میکنم که به جسم مضر کم یعنی چند لقمه نان خوردم با یک خود شراب میگیرم امیتو و این به صحت ما مضر نه. و اگر نشام شدم در خانه می باشم تا که نشگیم رفع نشه میگیم دروازه رو سر ما کم کنیم. نه ضرر اجتماعی هیچ چیز نمی. امی جایز شد امی شراب بخوره؟ نه ما میگیم نه. چه قسم میگه تو گفتی که اینی ضرر را داره؟ نه به این خاطر. اینال بعضی وقت یک حکم معلول به علت نمی باشه که اینی علت، اگه این علت توش شد حکمم مرفوع شد یا حرمتش یا فرض بودنش. به می خاطر است که ما بسیاری جایا حکمت ها را بیان نمی کنیم. می باشه میگیم کسی نگویه که مثلا ایجاب چرا حرام است به ایجابی نه، میگیم به اینی خاطر بین. میگه که من می ضررایش از بین ببرم باز به ایجاب برم، با چطور؟ بازم میگیم حرام به ایجابی حرام است. اگر که بعضی علتها داره اون کسی که کار کنه یعنی اون نادر می باشه که کم می باشه که این تو کارا را بکنه و اکثر ما میبینیم اونم ضررها واقع میشه. میگن اما نفس که علت حکم بفهم مطمئن. اگر که مؤمن مطمئن میشه به هر حال، لیکن یک زیادت اطمینانه. مؤمن که ایمان داره هر حکم الله را قبول میکنه، اما دلیلش که بیان شد در ایمانش قوی میشه. مثل که ابراهیم علیه السلام به ایمان داشت که بس بعد الموت است، نه؟ و از قال ابراهیم رب ارینی کیف تحیی الموتى. ابراهیم میگفت که رب به من نشان بده چگونه مردار زندگی میکنی؟ قال اولم تؤمن. الله باز گفت ایمان نداری که ما میتونیم این کار کنه؟ قال بلا دارم ایمان ولکن لیطمئن قلبی، بخاطر که قلب ما مطمئن شوه محکم شوه ایمانم زیاد شوه. بعد از با الله برش گفت خب فخذ اربعه من الطیر، 4 پرنده را بگی فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. گفت بگی 4 دانه پرنده را در جای مختلف باند، نه تا کوفتهشان کو بعد از در توتهایشان هر جای و ببین که چطور میاد و دی سر سنگا و تپامان هر 4 گوشتایش یکی در دیگه جدا شد آمده. یعنی الله برش نشان داد. واقعا علت حکم که بفهمی ایمان قوی میشه و اطمینان بالا میره. سیوم شمول حکم به شمول هذا الا بعضی حکم بین می علت شامل می باشه به معنی از که ما ثبت فی هذا ثبت له هذا الحکم. اگر این علت موجود شد حکم موجود میشه، اگر علت دور شد حکم دور میشه. بعضی وقت همونطور می باشه اما در هر جای این گپ نیست. این فواید ابن عثیمین بیان کرده. حکم بول حره و روس و دمش چیست؟ خب این خب ما شما فهمیدیم که دهن اگر بزنه و یک جای انسان میلی سیر کار میکنه نجس نمیشه. اما اگر بول میکنه غایط میکنه خونش حکم از چیست؟ یا زیرا پیامبر گفت که این یعنی نجس نیست
آیا بولش هم نجس نیست؟ نه، بولش نجس است، غایتش نجس است، خونش هم نه. مثل که انسان لعاب دهنش نجس نیست اما بولیش نجس است، یعنی انسان یک چیز پاک. ابن عثیمین میگه لأن هذا الاشیاء كلها من محرم الاكل نجسه، این چیزا که از کلش حرام است خوردنش و نجس است، به خاطر که این چیزای ذاتش نجس است. اما اونجا که پیامبر هم گفته که یعنی کسی پشک هم مثل سگ قیاس نکنه. آیا اگر پشک بمرد نظامات نجم طاهر وقتی که بمرد نجس است یا پاک است؟ که بمرد ما میگه مرد نجس میبرد، زیرا علت از این جهت تخفیف شدگی است، علتش رفت. پس از جمله تو اگر مرد نجس میشه. علتش پر مسلم گفت من الطوافین که میره و میایا، حالی که از رفت آمد مان باز اون نجس میشه. یعنی اگر مردی پشک ده چیز افتید باز چیزا نجس میکنه، ما اگر زنده باشد باز نه. حکم خب در اینجا یک گپ دیگه هم است، حکم سور الحمار و البغل، یعنی پس خورده خر و قاطر. این چطوره؟ یکم دفعه خر دم خانه و ایجاد می باشه میاد داو نمیخوره و نه زریش میمانه دان میزنه یا در غذا ده چیز یا قاطر. در این اختلاف است، مثلا امام بنی فرح یا میگن که مکروه است و بعض دیگران میگن نه. صحیح اقوال علما است طهارت سوره ما، یعنی خر و که قاطر که است پس خوردهشان پاک است یا دان میزنده یک چیز. این امام مالک و امام شافعی فتوایشون همیست و اختار ابن قدامه جمله علمای بزرگ تقریبا مجتهد حنبلی است و شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که یعنی طاهر است، پاک است، پس خورده خر و پس خورده قاطر. ابن قیم و سعدی و ابن باز از جمله علمای مفتی اعظم سو عربستان. چرا میگه؟ لانه یکثر طواف علی الناس فیشق له، میگه این هم کس زیاد رفت آمد داره به بالای ملخر که در خانه بود طبعا دیگه میگرده، اعتراض کردن سخت می شود. یعنی مثل همین پشک ولی بسیار یا میره و در خانه می باشه و دیگه مردم به این نیاز دارن، به خرا نیاز دارن، به سوار کردن سرزی، خصوصا در اطراف اینجا که باش بسیار ضرورت پیدا میشه و همین قسم به قاطر ضرورت داره. ابن قدامه میگه و صحیح دی طهارت سور البغل و الحمار، صحیح است که میگه پس خورده قاطر و حمار پاک است. خر چرا؟ لان نبی صلی الله علیه و آله کان یرکب، زیرا پیامبر سوار میشد و ترک فی زمانی، در زمان از صحابه سر سوار شده و در عصر صحابه. فلو کان نجسا لبین النبی صلی، اگر نجس می بود پیامبر صلی میگفت که اگر این زبان زد یا دهن زد نه، خب طبعا سر خر که میری دهن میزنه یک جای میشینی و عرق میکنه و عرقش نجس می بود. لانهما مما لا يمكن المتحرس منهما، دیگه امکان نیست که انسان خود نگاه کنه. چرا؟ لمقتنیهما فشبه سن اورا، میگه این مشابه پشک است به خاطر که مقتنی یعنی کسایی که حفاظت میکنن نگاه میکنن سخت است که اورا همون که میری برشکاه میپرتی از پشت یک دان یک چیز میزنه در جانت، نه؟ یعنی امکان نداره که با اون طرف باشیم می طرف باشیم، یک مشکلات پیدا میشه. و سعدی میگه که شیخ سعدی یکی از علمای بسیار کلان محدث مفسر میگه صحیح است که لا ریب فی ان البغل و الحمار طاهران، خر و قاطر پاک است فی الحیات در زندگی، کالحر که زنده باشن مثل پشک، فیکون ریقهما و عرقهما طاهر، ریقشان لعاب دهنش و عرقهما یا عرقهما همی عرق بدنش که میاد از بدنش آب میاد نه که بسیار برا بدن عرق میکنه، طاهران هر دویش پاک هستند. چرا؟ و ذلك النبی صلی الله علیه و آله کان ما کثیرا، پیامبر زیاد سوار شده. حال ما شما سر خر سوار شدن شرم میدانیم نه، پیامبر زیاد سوار شده. و یرکبانی فی زمانی یرکبانی، در زمانی پیامبر دیگران سوار شده، پیامبر چیز نگفتن و در دوران صحابه بوده اونا نگفتن گپ. ولا يمكن المستعمل لهما تحرز، کسی که استعمال میکنه خر دم گپا یا قاطره نمیتونه که خود نگاه کنه از لعاب دهنش. بعد از این میگه وقد قال فی الحره ان ليس بنجس من من الطواف، پیامبر می درباره حره پشک گفت نجس نیست به خاطر که الطوافین است، یعنی بسیار رفت آمد میکنه، یعنی فعل بکثرت طوافات، بسیار که رفت آمد میکنه، دلیلش بیان کرد. و مشقت تحرز که ما خود نگاه کنیم سخت است و معلوم است که مشقت در حمار بغل از او کدام زیاده، یعنی از پشک کدایی که اینا بسیار انسان سر کار داره. خب بعضی احکام شرعی که عللش بیان شدگی است این است که
مثلا پیامبر میگه نه النبی عن لحوم حمر الاهلیه و قال انها رجس متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه و میگه منع کرد از گوشت های خر اهلی، یعنی خرایی که اهلیز در خانه، گفت گوشت نخورید. و قال گفت انها رجس، این پلیتی است. یعنی در سال خیبر گفته بود که قبلا نگفته بود، قبلا مردم از گوشت خراب استفاده میکرد، بعد از اون پیامبر میگه پس. و در دیگه حدیث میگه که و نهى النبی ان یتناجى اثنان دون ثالث و قال من اجل ان ذلك يحزن. پیامبر گفت که دو نفر که خود گپ نزنن. یکم تو پس پس که میکنن، اگر چند نفر بود دو نفر پس پس در بین خود نکنه، خصوصا یک نفر دیگه که باشه، او که زیاد می باشه. و قال گفت من اجل ان ذلك يحزن، این چیز کسی را غمگین میکنه. سه نفر در خانه دو دانش پس پس میکنه، طرف از سعی میکنه، گپ میزنن، بازو جگرخون میشه که درباره من میگن، غیبت مرا دارن، چی گپ است؟ اینمی کارو نکنین. او دیگر مسلمان غمگین نسازید. متفق علیه. اینجا بعض فایده های عامه از این حدیثی است که طهارت گوشتش حرام، اما چی لعاب دهنش گفتیم راجع مسکنه. طهارت سور الحره، یعنی پس خورده و لعاب دهن پشک، جواز اتخاذ الحره فی المنازل. از این حدیث فهمیده شد که انسان میتونه پشک در خانه نگاه کنه، لانه طهارت و غیر موذیه، پاک است، ضرر نمیرسه. یکم پشکاس میگه نجاست میکنه، او که تربیه شو همون کارم نمیگه، همون تو بود باید میشه که بکشیش و تربیهش کنی، یعنی جایز است. یکی یکم تا میگه که غربیار پشکشوی آستانید، پشکشوی سگشوی گپا سگ و پشک ایجای کردن صحیح نیست، پشک گپی نداره، پشک باشه در خانه. و انا نسب ما سگ نه، مثلا میگه سگ در خانه که سگ باشه یا تصویر باشه، عکس باشه، ملائکه داخل نمیشه، ملائکه رحمت نمیاد، مگر ای که سگ ضرورت باشه. باز پسان ما شما احکام میخوانیم، سگی که برای حفاظت است و ضرورت است و گپش شده است. و عن انس بن مالک رضی الله عنه قال جاء اعرابی فبال في طائفة مسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي بذنوب من ماء فاحرق عليه متفق علیه. حدیث 12 که ما شما میخوانیم است که میگه انس بن مالک میفهمین که یک صحابی بسیار خدمتگار پیامبر بود، 12 سال در خدمت پیامبر بوده. این میگه جا اعرابی، آمد اعرابی. اعرابی کسی را میگه که در این اطراف زندگی کنه، مثلا در دشتا می باشه یا در زیر خیمه می باشه و کوچی می باشه. آمد فبالا، او نمیفهمید دیگه که آمد تشنابش گرفته بود، فبالا بول کرد، یعنی پیشاب کرد، فی طائفة المسجد، مسجد نبوی. فکر نفهمید که دمو یک بغلش که داخل شد، فکر کرد که اونمو در جایی که این کوچه ها رو ببینید در بیر خیمام یک چیز خدا میکنه، نه تشناب خدا، فکر کرد که همیجا همیگه باشه. فزجره الناس، مردم میگه اینا منع کردن، او نکو خیلی سوال موال کسر مسجد پیمسا میفناها هم النبیو، پیمسا مونا را منع کرد، گفت بانی نالو پیشاب شروع شد تو سرش قطع میکنی، بعد از یک مصیبت جور میکنی، بانش گفت خلاص کن. فلما قضا بوله، بولش که خلاص شد، میگه امر النبیو، باز رسول هم امر کرد بزنوب من ماین، با یک سه آب برین یک سطل آب دمو جایش پرتین، فوری قلعه انداخته شد، بس اون پاک میشه، یک سطل آب دمو پرتین. یعنی تو هم نگفت که او را وسو کنیم با دیگه پرتین، در سر هم آب پرتین پاک میشه. متفق علیه. یعنی حدیث امام بخاری مسلم، حدیث قوی و صحیح. بعد از او را فهمان، او را گفت که بیا اینجا، گفتی که مسجدها به خاطر عبادت و اطاعت و پاکی یاسی به خاطر جور نشده که باول بکنی، بیرون مسجد باید میکردی کاره واسطایی که در فهماندش. از این فهمیده میشه که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و بسیار عالی بود. حالا اگر ما شما کسی را ببینیم این کارا را کنه میزنیم، نه چوبه گرفته، میگم تو نمیفهمه، یک مشکل پیدا میشه برش، بسیار سخته، یک مریضی داره، گرفته نمیتونه، این باول خودت تو را مانع میشی، ولی خب پاک میشه، ششتم میشه، برو بشه پاک، خلاص گپ خلاص میشه. عربی میگه یسکن البا، کسی است که در بادیه زندگی، بادیه در صحرا و در اطرافا و در کوها و این دور جاها، دور از شهر باشه. قال فی الفتح، میگه ابن حجر اسقلانی در فتح الباری میگه که الاعرابی مذکور کی بوده، در نامش اختلاف هست. بعضی میگه هو ذو الخویسره یمانی، ذو الخویسره یعنی صاحب خویسره از یمن بوده. ابو موسی مدینی گفته، بعضی گفته اقرا ابن حابس تمیمی بود. اونمو اقرا بوده که
در نماز تیز تیز خواند در مسجد که آمد، پیامبر صلی الله علیه و برو باز بخوان، نماز نخواند، باز خواند و باز خواند 3-4 بار. بعد از گفت که علمنی یا رسول الله، بر ما یاد بده. باز پیامبر صلی الله علیه و یاد داد و نمواتم. حکا تاریخی عن عبدالله بن نافع مدنی، میگه تاریخی از عبدالله بن نافع مدنی. بعد گفت یوینه ابن حسن بوده، ایرا ابوالحسین بن فارس. خب یکی همین کسا بوده، یک فزجره الناس، مردم منش. در روایت بخاری میگه فقام الی الناس لیقا، میگه مردم دوید که دیاندش، خب حرکت کنند در جانش. پیامبر گفت غرضش نگیرید. پیامبر گپ نمیزد، شاید لاتش میکنه. و در روایت دیگه به نزد بخاری آمده فزجره الناس، منش. زجر چی را میگه؟ من شدید، یعنی نکن این کارا، قال مقال کن. میگم دفعه ما میگیم در این آیت زجر است. زجر یعنی من شدید است که نکنین این کارا. که والذین کفروا بآیاتنا و کذبوا، زجر یعنی کفر نکنین، کار نکنین. ما در تفسیر زیاد گفتیم زجر است و تخویف است و بشارت. یعنی میگه پارا میگه. و در اخرى در روایت دیگه میگه فثار الی الناس، مردم حرکت کردن، گرد و غبار که میخیزه به طرفش. در دیگر روایت میگه فتناولوا الناس، مردم خواستن که بگیرن. ولو وزن احادیث انس میگه فقال صحابه میگه گفت که مه یعنی نکن این کارا نکن. با یقین میگه فصاح بی الناس، مردم چیغ زد سرش، قال مقال چی کار میکنی در مسجد کار میکنی. ولی پیامبر مردم که بانین امی آدمه، بانین که بر از ضرر نرسه. بعد از اینکه خلاص کرد با فامر بذنوب، ذنوب چی میگه که ذنوب است، از زم گرفته که ذنوب به فتح زال و زمینون کس هی دلوا، یعنی مدولی آب یا سطل، یعنی یک ظرف آب میگه مملوء بالماء که از آب پر باشه. گفت یک سطل آب ببرین، یک دوله کلان آب ببرین دم پرده.